که اصلا علی شهید شد. باورم نمیشد علی شهید شد. وقتی زدن پا شدیم همه، مامانم اول گفتش که بلوک 8مون زدن، انقدر دود بود فکر کرد بلوک 8مون زدن. رفتم دیدم نه بلوک 12 زدن. دیدم دقیقا موشک خورده به وارثه. یه لحظه تو دلم گفتم علی. دلخوشی خودم گفتم حتما مثلا حاج آقا اینا خونه نبودن، خانوادگی رفتن، مثلا نماز صبح مسجد نبودن. دل بستم که خونه نبودن. الهی دورت بگرد. اونجا مامانم توی گروهشون دید که نه خونه بودن و شهید شدن. خانواده بهشتی، بهشون هم میگن خانواده بهشتی، همشون با هم رفتن. سری گوشی مامانم رو گرفتن، همسایه دیوار به دیوارشون سری بهش پیام دادن، به خود علی پیام دادن. محمد جواد نوشت که من خوبم. خیلی نگران علی بودم. بعد که دیگه مثلا یه روز 2 روز گذشت، خبرش واضح شد که خانوادگی شهید شدن، اون لحظه ضربه اصلی به من خورد. دورت بگرد. لحظه ناراحتی اصلی بود که اصلا علی شهید شد. باورم نمیشد علی شهید شد.